طبق روال همیشگیمون قرار اتفاقات و اخباری که توی بازار کریپتو تاثیرگذار بوده رو با همدیگه بررسی کنیم. توی 2 هفته گذشته شاهد ورود سرمایه 1.2 بیلیون دلاری به ETF های بیت کوین بودیم که نشون میده معامله‌گران این ETF ها توی هر کاهش قیمت خریدارن و هر اصلاح قیمت رو یه فرصت مناسب برای ورود به این ETF ها میدونن. علاوه بر اون توی 2 هفته گذشته شاهد بودیم که بیت کوین از محدوده 62000 دلار تا 53000 دلار کاهش رو تجربه کرد و بعد از اون از 53000 دلار تا 60000 دلار شاهد رشد بودیم. اما به نظرتون علت این کاهش و افزایش چی بود؟ دولت آلمان حدوداً 50000 تا بیت کوین فروخت. از اون طرف هم خبرهای مبنی بر پرداخت طلبکارای امتیگاکس منتشر شد. تو این گیرودار هم صرافی ورشکسته جنسیس اومد مقداری بیت کوین فروخت. همه اینها با همدیگه باعث شد که یه ترسی بیاد توی مارکت و بیت کوین تا محدوده 53000 دلار کاهش پیدا بکنه. اگر توی بازار فعال باشین متوجه شدین که بیت کوین از حوالی 53000 دلار تا 60000 دلار رشد کرد. اما علت این رشد چی بود؟ این رشد به واسطه 2 تا خبر اتفاق افتاد. یک، اعلام شدن CPI و 2، ترور ترامپ. توی هفته قبل CPI اعلام شده کمتر از پیش بینی ها بود و این کاهش CPI باعث شد که معامله‌گران امید پیدا بکنن که فدرال رزرو بالاخره نرخ بهره‌اش رو کاهش بده. کاهش نرخ بهره باعث میشه که پول از بانک‌ها خارج بشه و وارد بازارهای مالی بشه و این ورود سرمایه باعث میشه که قیمت‌ها رشد بکنن. البته باید دقت بکنید که هنوز خبری مبنی بر کاهش نرخ بهره نیومده و این رشد به واسطه امید به کاهش نرخ بهره بود. موضوع جنجالی بعدی هم ترور ترامپ بود که باعث شد شانس پیروزیش توی انتخابات آمریکا افزایش پیدا کنه و خیلی ها به رئیس جمهور شدنش امیدوارتر بشن. از اونجایی هم که ترامپ به بازار کریپتوکارنسی علاقه نشون داده، با این ترور شاهد رشد بازار کریپتوکارنسی بودیم. حالا که صحبت از صرافی ورشکسته شد، یه خبر مهم دیگه بهتون بدم. صرافی FTX رو که یادتونه قرار طلبکاراش رو صاف کنه. اما به نظرتون این پرداخت بدهی ها باعث افزایش قیمت میشه یا باعث کاهش؟ موضوعی که باید بهش دقت بکنین نحوه پرداخت بدهی به طلبکارا. توی داستان امتیگاکس قرار بود که بیت کوین و بیت کوین کش به طلبکارا پرداخت بشه و طلبکارا بعد از گرفتن بیت کویناشون احتمالاً فروشنده‌اند و این موضوع باعث کاهش قیمت توی بازار شد. اما در مورد صرافی FTX داستان یکم متفاوته و این صرافی قرار طلب خودش رو به صورت دلار پرداخت بکنه و احتمالاً بخشی از این سرمایه دوباره وارد مارکت کریپتو میشه و میتونه باعث افزایش قیمت‌ها بشه. ولی احتمالاً باز پرداخت صرافی FTX تا آخر سال 2024 طول بکشه. پس اگر بخواد تأثیر توی مارکت داشته باشه توی همون موقع است. همونطور که میدونید از این بعد قرار اخباری که توی بازار کریپتوکارنسی تاثیرگذارن رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس اگر به این بازار علاقه‌مندید یا توی این بازار فعالیت میکنید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. و اگر دوست دارین در مورد موضوع خاصی صحبت بکنیم حتما توی کامنت ها بهمون بگید.